دوستان عزیز درود. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با جالبترین گزارش‌های ترانسفری تابستانی منظورتان می‌گردانیم. یکی از ترانسفرهای نخست و دلپسند مخصوصاً برای دلباختگان جوره‌های مسی آن است که آنخل دی ماریا 37 ساله بالاخره به رساریو سنترال از شهر زادگاهی خویش برگشت. دی ماریا بعد آنی که در فینال جام پرتغالیا از اسپورتینگ شکست خورد و موسم آخرین را در فوتبال اروپایی به جایزه جنبست کرد، اشک چشمان را بالاخره در وطن با سلفیت‌های وطنی پاک می‌کند. باید اضافه نمود که هنوز یک سال قبل گزارش ترانسفری او وابسته به دخالت گروه‌های جنایت‌پیشه محلی در فرصت‌های آخرین قطع شده بود. اگر به تاریخ فوتبال بازی یکی از نفران نزدیک به مسی بنگریم، پس دی ماریا در تیم‌های بزرگ چون رئال مادرید، منچستر یونایتد، یوونتوس و پاریس سن ژرمن بازی می‌نمود. ولی قدر و قیمت بیشتر از همه در اروپا برایش دسته بنفیکا دارد. از همین دسته پرتغالی به قول او را آدم کرد و او راه سمت فوتبال بزرگ جهانی کهن را از همین تیم پیدا نمود. گپی دیگری مهم و قابل گفتنی البته سرگردانی‌های ناپولی سری گفتنی مربی نبود، ولی خوشبختانه برای ناپولیتانی‌ها نفری که در اولین موسم خویش در ناپول برای دسته محبوب مارادونا اسکودتو را به زودی برگردانید، اخیراً قرار کرد که با یک موسم دیگر در ناپول باقی میماند. چون این قرار نابهنگامی کانته البته که بعد گفت و شنیدها با پرزیدنت تیم اورلیو دی لاورنتیس برآورده شده، فکر میکنم با آمدن کوین دی بروینه ناپولیتانی‌ها باز هم قوی تر می شوند. ولی کانته که در هر دسته فقط در موسم اول جایزه می گیرد، موسم بعدی را می تواند با جنجال و خرخشه و کارت های زیادی سرخ به پایان رساند. از همه مهم این که مخلصان ناپولی زیاد خوشنودند که نفر جنجالی با مویهای صنعی اخیراً مثل خویچ و اوسیمهن در آخر مرغ نبرآمد. تغییرات دیگری ترانسفری در میان مربیان در چمپیونات ایتالیا البته که بازگشت الگری به میلان است. میلان آوازه‌دار بعد از آنکه سرژیو کانسنساو را بعد 5 ماه همکاری دیگر بار از کار بیکار کرد، این مورد برای ماکس الگری امکانیت داد. نفری که یک زمان با یوونتوس در ایتالیا یک کم از اسکودتو به خزینه برد، با جانب رسانه‌ای شرطنامه 3 ساله با معاش 5.2 میلیون یورو در یک موسم امضا کرد. نفری تجربه داری که 2 موسم پیش یوونتوس را به پا خیزاند و اخیراً در آخر خیانتکارانه با موتا عوض شد، از این پس تلاش میکند که قدرت توانی میلان را دیگر باره بالا برد. در آمدی گپ دسته دیگر قدرتمند میلانی هم به مربی میماند. گپ سری اینتر میلان می رود که بعد انجام فینال لیگ چمپیون ها در میونخن می تواند با سیمون اینزاگی خیر خوش کند، زیرا اینزاگی علاقه به قبول کردن وظیفه سرمربیگی دسته الهلال راضی شده است و به زودی می تواند با آن سمت دنیا رهسپار شود. در دسته الهلال معاش سالانه سیمون 25 میلیون یورو را تشکیل می دهد. این هم 6 مرتبه زیادتر از معاشی گرفته در اینتر است. پس اگر انگیزه چنین باشد و با وجود گرفتن پول بیشتر دردی سر هم آنجا سبکتر است، پس باید برای از دست ندادن چنین امکانیت‌های صاحب شدن خلطه پر از پول حتی پیش از فینال لیگ چمپیون‌ها هم میتوان پای برهنه و دوان به زمین سعودیان روان شد. وقتی خبی آلونسو از آلمان رفت و رسما در مادرید چون سرمربی نو اعلان شد، شاگردان او از بایر یکی از پس دیگر به هر سو گریزان شدند. یکی از آن نفرانی که چون موش کشتی غرق شونده را در نیمه راه یک طرف گذاشت، دفاعگر جاناتان ته گردید که با باواریا شرطنامه 4 ساله بست. آلمانی 29 ساله بعد 10 سال خدمت به اسپرین ها اکنون به پول به میونخن قدرتمند رفت و آنجا باید که برای دسته کمپانی چون دیواری بزرگی چین در خط دفاع شود. از صف بایر باشد چند پیش بازیگر کلیدی این تیم فلاریان ویرتس راه سمت چمپیونات انگلیا پیش گرفت، هرچند که نزدیکان بازیگر رفتنش را زیاد به باواریا می‌خواستند و سیتی هم با صندوق 150 میلیونه او را در اتحاد انتظار بود، ولی لیورپول مثل آن تنگم یکی پیدا شده به فلاریان وعده هنگفت داد.
چطور ژورنالیست نیکولاس سکیرا در توییتر خبر می‌دهد فوتبالباز 22 ساله الکی در مسئله شرطنامه شخصی با قهرمانان انگلیا به موافقه رسیده معاشش سالانه 10 میلیون یورو خواهد بود. همچنین دسته سلات آماده است که از برای این آلمانی ذکی برای داروسازان قریب 150 میلیون یورو پرداخت کند. پول است که اگر چنین شود گواردیولا با خلطه پر از پول و باواریا با آن فشارهای مول در نیمه را با دهانی باز سرسان و سرگردان خواهند ماند. من سیتی باشد بعد آنکه که فلوریان ویرتس را شامل تیم کرده نتوانست این نوبت می‌خواهد که برای وضع او چشمها به سمت بازیگر جوانی لیون کلانتر گشاید. با قول خود گواردیولا رایان چرکی 21 ساله از المپیک لیون نفر آینده دار است که در سیتی به هر حال سخت در کار است. برای آوردن او به ورزشگاه اتحاد باید که 24 میلیون یورو پرداخت نمود. چون اینقدر مبلغ برای دارندگان چقورترین کیسه های پولی البته که هیچ مشکلی نیست و اگر گواردیولا انیق چرکی را میخواهد شیخان درو برایش یک رایان چرکی او باز چند صبری دیگر میآورند. در تیم بایر باشد برای وضع خابی آلونسو الکی اریک تن هاگ را سرمربی تعیین نمودند. این نفری زیرک هلندی چند مدت بعد رفتنش از امیو بیکار بود و پیشتر پیشنهاد رفتن به آیاکس را رد نمود، ولی بهر کار در صف بایر باشد نوبت از رفتن ستارگان به زودی راضی شد و میخواهد که قدرت و توان خویش را در آلمان نشان دهد. تغییرات دیگری بزرگی تابستانی این موسم دسته سعودی رونالدو را انتظار است. هرچند که رونالدو بعد باخت آخرین در پرلیگ سعودی خود اشاره رفتن از النصر کرده بود، پولداران عربی هیچ نمیخواهند که با رفتن رونالدو ایمیج و شهرت اعتبار از دست دهند. هرچند که یک راه بازداشتن کریرا در زمین عربی بردنش به الهلال بود، ولی این دسته باشد تا حال باور دارد که جوره جانی نیمار را به تیم آورده میتواند. هرچند مسی تا حال اطراف پیشنهاد چیزی نگفته است، ولی برای رونالدو باشد دسته باید یافت که در چمپیونات باشگاهی جهانی بازی نماید. از این خاطر النصر میتواند با رونالدو شرطنامه را تمدید کند و مخصوص برای این چمپیونات او را به الهلال به اجاره روان نماید. این نقشه تابستانی البته که خوب است، ولی گپسریان است که راهبران فوند مستقل عربستان سعودی هیچ نمیخواهند رونالدو در صف دسته دیگر این کشور برآمد کند. خلاص اینجا حالا هیچ چیزی حل نشده است. برای بهترین گلزن پرلیگ سعودی باشد مهم نیست که در تیم آسیایی باشد یا آفریقایی. از همه مهم البته که بودن در آن چمپیونات جهانی در امریکاست. اگر دنیا هم به آخر رسیدن گیرد او با هر راه واسطه‌ای نباشد در همین چمپیونات گفتگی اشتراک خواهد کرد. یکی از پولداران از وطن فوتبال باشد توانست حمله‌ور ایپسویچ تاون را از نیمه‌رای سفر به منچستر باز دارد و با او شرطنامه امضا نماید. اینجا گپ سر لیام دیلپ از ایپسویچ تاون می رود که الکی بر عوض 30 میلیون پوند استرلینگ با چلسی لندنی شرطنامه همکاری امضا کرده است. حمله‌ور 22 ساله که موسم در پرمیر لیگ انگلیا 12 گل به ثمر رسانید. از این پس در برابر جکسون و پالمر به قول کاتگوری خواهد کرد. در اسپانیا باشد چند پیش ما زیاد درباره نیت‌های زیادی گزارشی رشفورد به بارسلونا میگفتیم و هرچند چنین کار از احتمال دور است، این نوبت گپ و خبرها کلاً دیگرند. بعد آن که خودی یامال با دسته شرطنامه را تمدید کرد، گفته می شود که خودی فلیک بهره آوردن رشفورد به بارسا راضی شده است. مارکوس رشفورد را می توانند طریق اجاره به تیم بیارند و سپس خریداری هم کنند. اگر دیاریو اسپورت پیشتر چنین نویدها پهن کرده بود، ولی هیچ مخلصی سالمی بارسا به چنین ترانسفرها باور ندارد و به خیالم رشفورد با آن خیالهای خامش به یگان سمت دیگر می رود. در انگلیا باشد بعد آنی که منچستر یونایتد از گرفتن جایزه در لیگ اروپا محروم شد و گرناچو و اماریم هم یک کله به کله زدند، این تیم یک زمان قدرتمند منچستری الکی از وولفز حمله‌وری نو می آورد. گفته می شود که ماتئوس کونیا از وولورهمپتون حالا با اولد ترافورد نرسیده الکی رقم 10 را طلب کرده است. کونیا گویا خود را در دسته اماریم نفری کلیدی می بیند. ارزش خریداری ماتئوس کونیا باشد به قول رامانو 62.5 میلیون پوند را تشکیل می دهد و با آمدن چنین حمله‌وری نوبتی گران ارزش برای نفران دیگری قیمت چون خویلوند در دسته انیق
جایی نشستن هم نمیماند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. کنست و پولدار باشید.